پاکستان با هم در آستانه جنگن و ایران اعلام کرده که ما آمادگی میانجیگری برای هند و پاکستان رو داریم. بذارید براتون توضیح بدم که از نظر ژئوپلیتیک کلا داره چه اتفاقی میفته. هند و پاکستان کلهشون اصلا خیلی عصبیه، هر دوتا هم بمب اتم دارن. این دو تا کشور باشن که نباید بمب اتم داشته باشن، این دو تا ولی دارن دیگه. یه تفاوت بزرگ دارن، همین که هندی‌ها بلدن استفاده کنن از بمب اتم، پاکستانی‌ها بلد نیستن. باید برن تو یوتیوب سرچ کنن که اونجا یه هندی میاد توضیح میده که Today I want to show you how to use nuclear weapon. میبینن یاد میگیرن و بعد ما اومدیم اینا کردیم که ما میخوایم میانجیگری کنیم. مثلا ما خودمون توی قضیه دیگه میانجی داریم. هند و پاکستان هم که به اون که یه نونی میذاریم زیر بغل اون میدیم میخوره، به اون هم یه برنج پاکستانی میدیم و تمام ما رو به عنوان میانجی میشناسه. من پیشنهادم اینه که عمان رو بفرسته. عمان خیلی میانجیگر خوبیه واقعا. هر کشوری به یه چیزی معروفه دیگه. شدم ایران میگن کشور فرق، ترکیه کشور باقلوا، عمان هم کشور میانجی گر. الان بری جنوب خلیج فارس رو که رد کنی برسی به عمان، نوشته به کشور میانجیگر پرور عمان خوش آمدید. چیه این پادشاه عمان که علی ضیاء فکر کنم.